همینطور که میدونی مقلوبه یا بریانی جزء غذاهای استان کردستان، خیلی هم تنوع داره. امروز میخوام مقلوبه بادمجان رو بهتون آموزش بدم که طعمش بی‌نظیره. بادمجان ها رو طبق فنگ برش میزنم و نمک میپاشم که تلخیش بره. سیب زمینی هم برش میزنم، کدو هم برش میزنم. هر جوری که شما دوست داری خودتون میتونی برش بزنید. تمام این موادی که برش میزنم سرخ میکنم، بعد کنار میذارم. مرغو من مزه‌دار کردم و تو ایرفرایر میذارم. شما میتونید تو تابه سرخ کنید. پیازایی که مرغو واش مزه‌دار کردم تو تابه میریزم و سرخ میکنم. حالا برنج رو آبکش میکنم. تو آب برنج یکم زعفران میریزم که خوش رنگ تر بشه. میبینی که همه رو سرخ کردم. حالا طبق فیلم تو قابلمه یکم روغن میریزم، به مرغ وسط قابلمه میذارم و اطرافش بادمجان. بعد تمام موادی که سرخ کردم اضافه میکنم. برنج آبکش شده رو روش میریزم و میذارم دم بکشه. اینم مقلوبه بادمجان خوشمزه ما. یه بار امتحان کنیم که بی‌نظیر.